نگو خدا نیست، نگو خداوند هست. تو مسلمانی؟ نه من مسلمان نه. تو مسلمان نیستی؟ تو تاجیکی مسلمان من نیستی؟ تاجیکم دیگه مسلمان نه. مسلمان عرب. مسلمان نباشی. عرب مسلمان. گوش کن. تو میگی که الله نیست، هیچ کس نیست، خدا هیچ کس میگی. خدا هیچ کس. نگو ملکه خدا نیست. خدا جان همین قطعی که در تو اومده رزق روزی را تو در کی داده است؟ ریسک نیست. خداوند نصیبت کرده. تو گوش کن شروع کار کنی پول میاری، کار نکنی پول نمیاری. بچه خدا نیست. ریسک خدا نمیده. خدا نیست. برای من خدا نیست. برای تو خدا نیست؟ تو خدا را خدا نمیدانی؟ نه. زنش تو مسلمان؟ من مسلمان نه که بول. من عرب نه. یک طرف خداوند به دنیا آورده. خدا نه، من اوچم به دنیا آورده. اما اوچه در خداوند داد؟ نه، اوچم به خدا دادگی نه، خودش دادگی. اوچم دادگی. اما امروز ملت ها فکر میکنن که بهشت خیال است، جهنم خیال است، حساب و کتاب خیال است، شفاعت رسول الله خیال است، اله بودن الله خیال است، عدالتش خیال است. نعوذ بالله، خیال نیست، حق است. اگر میخوای الله را بشناسی، این سبزی درختها پیام بزرگی الله را دارد. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر میخوای بزرگی الله را بشناسی، میوه ها درختای خشک پیام بزرگی الله را دارد. اگر میخوای بزرگی الله را بشناسی، بدون از نطفه منی، بدون از ماشین و دستگاه و تکنولوژی، انسان زیبا و خوش صورت درست شدن پیام بزرگی الله را دارد. اگر میخوای الله را بشناسی، آفتاب و مهتاب بدون از تیل و پترول، نور و روشنی پیام بزرگی الله را دارد. اگر میخوای الله را بشناسی، از شکم گو و گوسفند شیر سفید پیام بزرگی الله را دارد. اگر میخوای الله را بشناسی، باران و سردی و گرمی پیام بزرگی الله را دارد. اگر میخوای الله را بشناسی، تمام ذره و کره، از جبرائیل تا ملک، از عادی ترین انسان تا نبی، تمام زمین و آسمان و سیاره ها و کره ها را همه را تجسس کن، تحقیق کن، بعد پی میبری که لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله حق است، ذاتش حق است، صفاتش حق است، دینش حق است، نبیش حق است، آیینش حق است، بندگانش حق است، بهشتش حق است، جهنمش حق است، عدلش حق است، رحمتش حق است، قانونش حق است. لا اله الا الله.